سلام به همه. به درس هفتم خوش اومدین. امروز قراره 2 موضوع خیلی کاربردی رو یاد بگیریم. اول، افعال وجهی یا مدال. اینکه چطور بگیم میتونم، باید یا بهتره. و دوم، اعداد ترتیبی که برای تاریخ و گفتن ترتیب خیلی کاربرد داره. بریم شروع کنیم. افعال مدال به ما کمک میکنن تا درباره توانایی، اجازه، علاقه یا اجبار صحبت کنیم. این افعال همیشه با یک فعل اصلی به صورت مصدر همراه میشد. در آلمانی 6 فعل مدال مهم وجود داره که در تصویر میبینید. Können? به معنی توانستن. Ich kann Deutsch sprechen. من میتونم آلمانی صحبت کنم. Müssen? به معنی مجبور بودن، بایستن. Ich muss arbeiten. من باید کار کنم. Wollen? به معنی خواستن. Ich will schlafen. من میخوام بخوابم. Dürfen? به معنی اجازه داشتن. Sie dürfen hier nicht parken. شما اجازه ندارید اینجا پارک کنید. Sollen? به معنی بایستن. Du sollst mehr lernen. تو باید بیشتر درس بخونی. Mögen? به معنی دوست داشتن، خواست. Ich mag Pizza. من پیتزا دوست دارم. وقتی که در جمله فعل مدال داریم، ساختار جملمون به این شکل میشه که اول فاعل میاد، بعد فعل مدال به صورت صرف شده در جایگاه دوم قرار میگیره، بعد از اون بقیه جمله میاد و در انتهای جمله هم فعل اصلیمون به صورت مصدر میاد. Ich kann gut schwimmen. در اینجا کان فعل مدال صرف شده برای ضمیر من هست و شویمن هم فعل اصلی هست که به شکل مصدر. وقتی که فعل مدال داشته باشیم و بخوایم جمله رو به شکل سوالی بگیم، ساختار به این شکل میشه که اول فعل مدال به صورت صرف شده در ابتدای جمله قرار میگیره و بعد از اون فاعل میاد، سپس بقیه جمله و در نهایت هم فعل اصلی به صورت مصدر در انتهای جمله قرار میگیره. Können Sie Deutsch sprechen? صرف فعل können در زمان حال ساده. Ich kann. Du kannst. Er kann. Sie kann. Es kann. Wir können. Ihr könnt. Sie können. Sie können. حالا فعل زولن رو با هم صرف میکنیم. Ich soll. Du sollst. Er soll. Sie soll. Es soll. Wir sollen. Ihr sollt. Sie sollen. Sie sollen. بیاین فعل موسن رو هم با هم صرف کنیم. Ich muss. Du musst. Er muss. Sie muss. Es muss. Wir müssen. Ihr müsst. Sie müssen. Sie müssen. وقتی که انجام یک کاری ضروری هست و اگه انجام نشه پیامدهای ناخوشایندی به وجود میاد، از فعل موسن استفاده میشه. اما وقتی که شدت اجبار کمتر باشه، از فعل زولن استفاده میشه. بیشتر خواست یا سفارش و توصیه‌ای مؤکد رو بیان میکنه. فرد مجبور به انجام اون نیست ولی بهتره که انجام بشه. Ich muss jeden Tag arbeiten. من باید هر روز کار کنم. در اینجا اگر فرد هر روز کار نکنه شغلش از دست میده. پس حتما باید کار کنه. Du sollst ehrlich sein. تو باید صادق باشی.
اینجا بیشتر حالت توصیه هست و شدت اجبار کمی داره و فقط اگه فرد صادق باشه بهتره. Du kannst gut tanzen. Er kann nicht kommen. Ihr könnt sehr gut singen. Ich soll meiner Mutter helfen. Du sollst mehr schlafen. Ihr sollt Hausaufgaben machen. Ich muss früh aufstehen. Du musst heute arbeiten. Er muss zum Arzt gehen. اعداد ترتیبی اعدادی هستند که برای بیان رتبه، جایگاه یا ترتیب یک شیء یا شخص در یک لیست یا صف استفاده میشن. مثل اول، دوم و سوم و الی آخر. برای ساخت اعداد ترتیبی از اعداد 1 تا 19 حروف ت، ا رو به انتهای عدد اضافه میکنیم. فقط اعداد 1، 3 و 7 از این قاعده پیروی نمی کنند. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte. Elfte, zwölfte, dreizehnte, vierzehnte, fünfzehnte, sechzehnte, siebzehnte, 18., 19. برای ساخت اعداد ترتیبی از اعداد 20 به بعد حروف S، T، E رو به انتهای عدد اضافه می‌کنی. 20., 30., 40., 50., 60., 70., 80., 90., 100. چند تا مثال هم بزنیم. Der erste Tag. Die zweite Woche. Der 8. Januar. Der 20. April. یه نکته هم بگم، وقتی که اعداد ترتیبی رو به صورت رقم می نویسیم باید بعد از اون یک نقطه بذاریم، مثل Der 17. Januar. جای خالی رو با افعال داده شده پر کنید. ویدیو رو نگه دارین و جواب بدین. بریم سراغ پاسخهای درست. Ich muss heute viel arbeiten. Du sollst mehr Wasser trinken. Wir können gut Deutsch sprechen. Sie sollen morgen zum Arzt gehen. Ich kann nicht kommen, ich bin krank. خب اینم از درس هفتم. اگه این درس براتون مفید بود حتما ویدیو رو لایک کنین و برای دوستاتون که قصد یادگیری زبان آلمانی دارن بفرستین. یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم بزنین تا درس‌های جدید رو از درس ندین. مرسی که تا آخر همراه من بودین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.